از آقای سپه مربوط به خود پسر شما هست؟ نه مثلا این عکس رو قبول ندارم. مثلا من کهریزک نرفتم. عکس رو میگم، عکس رو. عکس بله. آها، عکسی که داره نشون داده میشه عکس آقا سپه. پسر من بله. ولی من اصلا کهریزک نرفتم. من بچه‌مو پس حالا میرسیم به ویدیو. بله. ویدئویی که در واقع در اون پدر داره اسم پسرش رو صدا میزنه، اون چطور؟ اونم من رد میکنم. اون اصلا صدای من نیست. اون صدای من اینجوریه. بعد من اصلا کهریزک نرفتم. من اینو رد میکنم. من بیسرا بچه‌ام پیدا کردم. اینا همش کار این شبکه‌های تروریستی و این شبکه‌های منافقین و ایناست. اصلا دیدیم دیگه بچه خبری نیست. پا شدیم به خانومم و دخترم رفتیم بیمارستانا کلانتری، اینا نبود، هرچی گشتیم نبود. یه دوبار رفتم کهریزک، اونجا پیداش نکردم. بار سوم که رفتم آقای اونجا بود، گفتش که کد ملیشو بده. کد ملیشو زد اومد بالا.